و اما آقای سلوکی یک جوان خوشتیپ و با آینده، گرچه همین الان هم داره در آینده زندگی میکنه. ایشون بعضی از رفقاش زیاد با شهریاری تفاوت آنچنانی نداره، اما خب بعضی از رفقاش زیادی دیگه جاده خاکی میرن، یه مقداری مخشون ریپ میزنه. 3 ماه پیش یکی از رفقاش رستوران زد، جلوی رستورانش برداشته تابلو زده انقدر این مردک کوته فکره، برای تبلیغات اومد خودش اومد جلو رستوران تابلو زده، رو تابلو نوشته در این رستوران فقط با 2000 تومان اندازه یه خر بخورید. بله، من فقط 2 تا نکته رو خواستم اشاره بکنم. یکی این که آقای ریوندی از دوستان قدیمی من، این به خاطر تو گفتی من. 2 چون خب خیلی ها میدونن که ایشون از دوستان قدیمی منه و کارش ایجاد شادی اصولا. از باشگاه پرسپولیس به من زنگ زدن برای پست شادی بعد از پیروزی از آقای ریوندی. دلت خنک شو، الان احساس سبکی میکنی. یکی از رفقاش اومده بود سمنو بخوره، اشتباهاً حنا خورده بود، حالش خیلی خراب شده بود. رفت پیش دکتر، دکتر بهش گفت چته عزیزم؟ گفت آقای دکتر هیچی نمیدونم، فقط میدونم تو شکمم حنا بندونه، تو روده هم بله برون. اوضاع خراب. یواش آقا. محمد سلوکی چندی قبل داماد شد و اینکه من در زندگیم داماد به این بدشانسی ندیدم. اول اینکه شب عروسیش یهو دیدیم داماد نیست، 2 ساعت دنبالش گشتیم، بعد دیدیم رفته تو مینیبوس واسه خودش جا گرفتی. خب ماشین رو برای تو گل زدم. و بدشانسیش به این لحاظ که شب عروسی خودش بهش موز نرسید، آوردن یه هویج کج بهش دادن، گفتن به تو موز خونی افتاده بخور. طفلک خورد، هیچی نگفت. هنوز الرژی توی این سالن هست؟ طبقه بالا چه خبره؟